دریای اشتیاقم غرقم شریک دردم با دیگران انیسم با تو شریک و همدم گر با دیگرانم جانم با توست هر دم من و مای بس گمانی بشنو صدای قلبم من عشق و دوستیم ازمن چرا میرنجی ما شما را به این خاطر در خانه خود خواستیم. در قدم اول شما همراه فامیل مادی شوید. در قدم دوم بر از اینکه ما چند روز در خانه میخواهیم باشم و در قدم سوم بیا سمیر بچین و در قدم سومی که میخوایم باس نبتان معرفی کنم. و باس نب شما سمیر بچه ایم است. همیگک قاقروده همراه باست گپ زدن یاد بگیر. میگن دیگه دفتر نمیری؟ یا پیر شدی چطور؟ یا ای که کدام؟ نه والا بسیار خسته شدیم. گفتم یک چند روز استراحت کنم در خانه باشم که خفگی تو هم برای عزیزم. چه باش ای گپا دیگه در این سن سال بر تو نمیزیبه. چرا زیبم نمیته؟ ما از او افغانا نیستم که بگویم بهار جوانیم رفت و افسوس. نه والا همیال این مردکه بسیار خوش است. دلم از کل گپا را برش بگویم. اجازه است؟ مزاحم خود نشدم. چطور نیستی؟ در نیم شب در اتاق خواب مردم میای باز میگه مزاحم خود نیستم. خیلی پس برم؟ نه بیا بیشی مزاح کردم بیا. بیاده جان من میخواستم که از خاطر معامله مخانه صبا یک چکر تا محکمه برم. گفتم اگر برات زحمت نمیشه خودت امرایم یک جای بری. صبا که 2 نفر برن به نصیرم خوب میشه. سمیرم به یک بانه بیرون روان میکنم. میشه که نصیر از صبح تا شام خانه باشه. فضل جان بسیار خوب میشه. بسیار شناخت داره. همین که بری کارت میشه. برفتن چی ضرورت است؟ یک تلفن میکنم کار جور میشه خلاص. چی میگین؟
فضیله جان کجا بره؟ فضیله جان بعد از چندین سال افغانستان آمده، هیچ جایی را بلد نیست. باز که شناخت داره، که شناخت که شما دارین. از یک سو میگی در خانه باش، از یک سو میگی برو. من که توی زن ایران هستم، چه کنم؟ حالا باشیم یا بریم؟ چی گپ شده؟ جبر است؟ نگو که یاد نداری. خدا هم که اوشت در کجا بود؟ از چشمایت معلوم میشه که عاشق هستی چطور؟ از خارج آمدیم. این شکل کالا پوشیدن تسایی کو؟ تو خیلی از ایران نکامدی، اما ما از اروپا آمدیم اروپا. میفهمی؟ او دختر، خبر شدیم که تو اینمی رقم لچ لق به بازار میری. اگه دیگه ایت از خانه برآمده بودی پایت مشکنانم. بیادب. چرا هر وقت مانع من میشی؟ بانک سبق شو بتم. این رقم زنا رو من در 1 دقیقه آدم میسازم. نیخور جان، هرچی نباش از ما کرده کلان است. باز ما خود خانه خود ما نیستیم نی؟ من خو میگفتم که ببریم خانه خود ما. امی تو بودی که میگفتی که من دیگه در او خانه نمیرم. برو اما جان، ایت آدم بسازمت که خودت بگوی آفرین. اما جان، از روز که آمدی یک رقم گرفته وارستی. دقه آوردی یا که شوق کدام بیچ سرت زده؟ چطور؟ جان همیش میبینم که نام خدا کلان شدی. پدر تا مسئولیت های کاروبار کلش به دوش تو انداخته. حالدگی مزاقا بر تو زیب نمیته. جانم میخواد. پدر تا تو یک کسی هست که ایش در قصه کاروبار و خانه و چیز نیست. گاهی اینجاست و گاهی هم در خارج. اما جان، یک رقم گپای شیندار میزنی. نشه باز کدام دختر در اروپا پیدا کرده باشی. دیوانه. تو هنوز کجا دنیا را دیدی؟ حال وقت عروسی تو نیست. تو از دنیا فقط عشق شکو. منتها کوشش کو که در خانه کدام جنجال برات پیدا نشه. کدام جنجال همه جان؟ ما خود خانه کدام جنجال نداریم. مگم به زودی پیدا میشه.
مقصدت نفهمیدم. مقصد می است که دخترای رفیق پدرت کدام گله بهونده. اما جان دخترها خودشان گل هستن، گل. دیگه چی گله بهودن؟ صبح که میخیزی یکشو جاش دوم دیگه شه، شوم دیگه شه. گل گلزار هستی، گل گلزار. برو خوب شد. چیزی را که من میخواستم او را تو خودت انجام خواهد دادی. نسرین جان، تو بی که من به چقدر سادگی این دخترها را از خانه بیرون میکشم. نسرین بچی مادر جان این چی نشخندیست؟ در خانه خودم مرا بندی کرده. بندی چی جان مادر؟ پدر تمرای امید رفت در دوش بیرون. سمیرم در خانه نیست. حالا تو میتونی بیرون بری. موبایل تم روشن کن. بله؟ بله نصیر؟ سلام آرزو جان. چرا تلفن کار نمیکرد؟ وظیفه رفته بودم. اوجا تلفن منتن نمیداد. ما را خاله نسرین اینجا آورد. اما بسیار زیاد یک مشکل کلان خلق شده. امروز که ما اینجا آمدیم خوار کاکا افضل هم یکیش از خارج آمد. بسیار زیاد امرای ما روی بد کرد. او بسیار زن بد است. نه آرزو جان، او زن خوب است. تو را نمیشناسی. هدف میست که شاید زن خوب باشه. تو کجاستی؟ خاله نسرین خو گفت که تو خبرگیر ما باشی. حالا تو کجاستی؟ چرا اینجا نمی؟ میم. هر وقت که بخواین میم. امیالی بیا، من امرایت کار دارم. من بسیار خودت تنها احساس میکنم. من به تو ضرورت دارم. لطفا نصیر جان، عاجل بیا. دریای اشتیاقم ای غم شریک دردم. چی میگفت بچی مرزو؟ آرزو جان میگه ما به تو ضرورت داریم. ما باید پیش زوا برم. خوب شد بچی. خوب یک پیران مقبول تبو پوش. خوب خود لکس بساز. تمام روز امرایشان باش. کوشش کن که امرای تمنام گپ بزنی. کی زنگ زده بود؟ خاله نسرین از پیسه داری میکفه؟ یک می خوشکارم نداره. خواه جان، یک می خوشکار امرایت میآوردی. اینقدر لاف میزنی که من چون آرزو گفتم که کی زنگ زده بود؟ تو صبر کن که من چون توی خوابگاهی داشتم و داشتم. حال سعی کن. راست میگم دیگه، داشتم. خوابگاه چی است؟ که رفتی باز میفهمی. تو که رفتی بس است. صبحتان بخیر دختره. انشالله کدام مشکل خو ندارین. خوب است که ندارین. بخیر نصیر جانم آمد. ای قصد آمد؟ خود دیگه پلیس است، باید می آمد. تو فکر میکنی که من نمیفهمم؟ من خوار کلانت هستم.
هرگز به این پلان شومت کامیاب نمیشی. عاشقی هم عجب چیز است. انسان را به چی کارهای وادار می سازه. در خانه خود مثل بندیا وری باش، مثل میمان وری بشی. سلام. کاکا افضلم بسیار زیاد پیسه دار است نی؟ آها، خانه بسیار مقبول دارم. خودت خوب هستی؟ نصیر، پدرم هر وقت به یادم میاد. من او را هر شب در خواب میبینم. برام میگه که من بسیار نزدیکتان هستم، مرا پیدا کنیم. میفهمی؟ اکثر کسایی که شهید میشن اونا همیشه در خواب اولادایشان میان. بعض اوقات خو اونا با اولادایشان خود نشان هم میتن. آرزو جان، صبر داشته باش. نه، من تا چی وقت صبر کنم؟ من به خون پدرم قسم خوردیم که من قاتل پدرم به دستای خود از بین میبرم. نصیر بیادر جان، امید من بیادرم است، امید من نصیرم است. من شنیدم که در افغانستان دخترها به دو حالت روی به دل گریه میکنن. یکی که وقتی که اونا رو به زور به شوهر بدن، دومی که عاشق شده باشن، چطور؟ تو خو اولیش نیستی. فکر میکنم که دومیش باشی. چطور؟ اگه خدای نخواسته عاشق شده باشی، بسیار بیعقل هستی. ببخشی از تو کده خورد هستم. آمنه، تو چرا مرا درک نمی کنی؟ خواهر جان، من دیگه گپا بسیار تجربه دارم. این دوست داشتن و این عاشق شدن کلش قصه مفت است، باز خصوصا به دخترها. من تو رو کاملا درک میکنم، ولی باز هم زندگی کردن بسیار مشکل است. در دنیا هر کس مطلب خود فکر میکنه. تو فکر کو به خاطر کسی که تو اشک میریزی خدا میدانه
که امروی کی و در کجاست. من خود نمیفهمم او کی است، ولی من برات میگم این کارا به درد نمیخوره. فقط زندگی تو خوش تر کن، همینو بس. من خودم نمیفهمم که مرا چی شده. تو را هیچ چیز نشده، این روزا سر هر کس میایه. ولی کمی که از فکرت کار بگیری میفهمی که کلش بیعقلی است. حال او زمان شیرین و فرهاد نیست. من تا امروز جزاشو میبینم. من میفهمم که تو راست میگی، ولی من نمیتونم که کشش چشمایش فراموش کنم. سپاس خود پرستی با عشق و شار و مستی، مغرور به تکلف اندر بساط هستی. من ساز زندگیم ازمن چرا میرنجی، پیغام آشتیم ازمن چرا